سلام دوستان. تو ویدئوی قبلی درباره کودکی ترامپ و موفقیتاش و امپراتوری که به دست آورد صحبت کردیم و گفتیم که برخلاف تصور خیلیا وارد دنیای ریاست جمهوری هم شد. اگه قسمت قبلی رو گوش ندادی حتما گوش بده، خیلی جالبه. تو این ویدئو میخوام درباره خانواده‌اش و نقاط قوت و ضعفش و حتی داراییاش براتون بگم. خیلی جالبه، حتما دنبالش کنید. ترامپ بعد از پایان ریاست جمهوری کاخ سفید رو ترک کرد و به ویلای مجللش در فلوریدا برگشت. اما برخلاف بیشتر رؤسای جمهور سابق اون آروم ننشست. هنوزم تو سیاست حضور پررنگ داره. همچنان در تجمع‌ها شرکت میکنه و حتی اعلام کرده دوباره نامزد ریاست جمهوری میشه. بعد از ترک کاخ سفید تو ژانویه 2021 خیلی‌ها تصور می‌کردن ترامپ مثل سایر رؤسای جمهور بازنشسته بیشتر وقتشو تو سخنرانی‌های محدود یا نوشتن خاطرات بگذرونه. اما اون شخصیتی نبود که کنار بشینه. برعکس ترامپ دوباره به دنیای بیزینس و سیاست برگشت و حتی حالا هم یکی از جنجالی ترین چهره‌های جهان باقی مونده. امپراتوری مالی بعد از ریاست جمهوری ترامپ یه بار دیگه تونست برندش رو به پول تبدیل کنه. اون نه تنها از نام خانوادگیش بلکه از جنجالا و حتی دشمناش هم کسب درآمد کرد. بخشی از راههایی که اون ثروتش رو بعد از ریاست جمهوری تقویت کرد ایناست: مار الاگو، عمارت با شکوه اون تو فلوریدا به پایگاه اصلیش تبدیل شد. اینجا هم خونه اونه و هم باشگاه خصوصی که اعضا برای ورود باید صدها هزار دلار حق عضویت بپردازن. جالب اینجاست که بعد از ریاست جمهوری تقاضا برای عضویت تو این باشگاه چند برابر شد. ترامپ ارگانیزیشن، هتل‌ها، زمینای گلف و املاک تجاری اون همچنان فعالن. البته بعضی پروژه‌ها به خاطر تحریم‌های سیاسی و فشار بانک‌ها سختی کشیدن، اما ترامپ نشون داد استاد استفاده از برندشه. رسانه و شبکه‌های اجتماعی، بعد از اینکه توییتر و فیسبوک حسابای اونو بستن، ترامپ پلتفرم خودش به نام تراست سوشل رو راه اندازی کرد. این شبکه اجتماعی با اینکه به پای قولای فناوری نمیرسه، اما برای خودش یه پایگاه وفادار داره. سخنرانی‌ها و رویدادها، ترامپ برای حضور تو هر سخنرانی یا رویداد خصوصی صدها هزار دلار دستمزد میگیره. همین حالا هم یکی از پرطرفدارترین سخنرانای جمهوری خواهه. بیاین با هم ارزش ثروت ترامپ تا امروز رو بررسی کنیم. طبق آخرین برآوردهای مجله فوربس، ثروت ترامپ بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار تخمین زده میشه. بخش زیادی از این ثروت همچنان در املاک و مستقلات قفل شده. البته بدهی‌های زیادی هم داره که باعث شده منتقدا بگن دارایی واقعیش کمتر از چیزیه که خودش میگه. ترامپ هیچ وقت صحنه سیاست رو ترک نکرد. اون همچنان تو تجمعات بزرگ ظاهر میشه. سخنرانی‌های پرشور داره و خودش رو رهبر واقعی حزب جمهوری‌خواه معرفی میکنه. حتی اعلام کرده که تو انتخابات آینده بازم کاندیدا میشه. طرفداراش معتقدن که اون تنها کسیه که میتونه امریکا رو دوباره بزرگ کنه. اما مخالفاش میگن اون بزرگترین تهدید برای دموکراسی امریکاست. شاید جالب باشه بدونید سبک زندگی امروزی ترامپ چیه. ترامپ بیشتر وقتشو در مار الاگو میگذرونه، جایی که جلسات سیاسی، مهمونیای مجلل و حتی جلسات کاریش برگزار میشه. در کنار اون هنوز به زمینای گلفش سر میزنه و علاقه شدیدی به این ورزش داره. حتی خیلی از قراردادهای کاریشو سر میز گلف میبنده. به طور خلاصه ترامپ نشون داد که چه تو کاخ سفید باشه چه بیرون از اون همچنان یه برند پولساز مونده. ترامپ همیشه شخصیتی بوده که همه یا عاشقشن یا متنفر. کمتر کسی نسبت به اون بی تفاوت میمونه. برای همین شناختن رازهای شخصیتی اون میتونه کمک کنه بفهمیم چرا تونسته انقدر تاثیرگذار باشه. نکته جالبی که اینجاست، همه میخوان بدونن چه نقاط قوتی بوده که ترامپ انقدر موفق شده. اولیش اعتماد به نفس بی‌پایان. ترامپ هیچ وقت شک نمیکنه. حتی وقتی همه علیه اونن با قدرت میسته و خودشو برنده معرفی میکنه. همین اعتماد به نفس رمز اصلی موفقیتش تو املاک، تلویزیون و حتی سیاست بوده. دومی برندینگ و بازاریابی شخصی.
ترامپ استاد تبدیل کردن خودش به یه برنده. اسمش روی برجا، زمینای گلف و حتی استیک و دانشگاه بوده. مهمتر این که حتی شکستاش هم طوری معرفی میکنه که بخشی از داستان موفقیتش بشن. سومی، توانایی جذب رسانه ها. هر جا که بره رسانه ها دنبالشن. اون میدونه چطور با یه جمله جنجالی همه ی تیترا رو مال خودش کنه. برای همین حتی تو روزایی که دشمنای زیادی داره بازم همیشه تو مرکز توجهه. چهارمی، ذهن معامله‌گر. ترامپ خودشو یه دیل میکر میدونه. تو هر شرایطی دنبال معامله است و حاضر نیست بدون گرفتن چیزی بده. همین باعث شده بارها از بحرانهای مالی شخصی بیرون بیاد. بعدی، ارتباط با مردم عادی. برخلاف بسیاری از سیاستمدارا، ترامپ طوری حرف میزنه که مردم عادی بفهمن. ساده، مستقیم و بدون پیچیدگی. این ویژگی باعث شد میلیون‌ها نفر اونو یکی از خودشون بدونن. البته در کنار این نقاط قوت، ترامپ یه سری نقاط ضعف هم داره. اولیش غرور و خودشیفتگی. اعتماد به نفسش گاهی به حدی میرسه که تبدیل به غرور میشه. اون کمتر اشتباهاتشو میپذیره و بیشتر مواقع خودشو بی‌عیب میدونه. دومی، تصمیم گیری های لحظه‌ای. خیلی وقتا تصمیمات مهم و بدون مشورت جدی و در لحظه میگیره. همین موضوع تو دوران ریاست جمهوریش بارها باعث جنجال شد. سومی، وابستگی شدید به وفاداری. ترامپ از اطرافیاش انتظار وفاداری مطلق داره. اگه کسی کوچکترین انتقادی کنه یا از اون فاصله بگیره، سریع کنار گذاشته میشه. چهارمی، جنجال‌سازی بیش از حد. یکی از روشاش برای موندن تو مرکز توجه ایجاد جنجاله. اما همین ویژگی باعث شده مخالفاش بگن اون بیشتر دنبال نمایش تا نتیجه. بعدیش، مشکلات حقوقی و مالی. تو طول زندگیش بارها با پرونده‌های قضایی و ورشکستگی روبرو شده. خیلی‌ها معتقدن این بخش تاریک شخصیت اونه که همیشه با قدرت نمایی میپوشونه. ترامپ ترکیبی از اعتماد به نفس بی‌حد، جذابیت رسانه‌ای، جاه طلبی و جنجال سازیه. همین ترکیبه که از اون یکی از متفاوت‌ترین چهره‌های تاریخ امریکا رو ساخته. خیلی‌ها وقتی اسم ترامپ رو میشنون فقط به برجا، دلارا و سیاست فکر میکنن. اما واقعیت اینه که خانواده ترامپ بخش مهمی از زندگی و حتی برند اونو ساخته. بیایم یکی یکی اعضای مهم خانواده‌اش رو مرور کنیم. ملانیا ترامپ، بانوی اول سابق امریکا. ملانیا همسر فعلی ترامپ اهل اسلوونیه و قبلا مدلینگ کار میکرد. اون زنی بسیار آروم و با وقار به نظر میرسه و برعکس ترامپ زیاد اهل سر و صدا نیست. وقتی بانوی اول شد بیشتر تمرکزش رو روی پروژه های اجتماعی گذاشت. اما جالبه بدونید حضورش در کنار ترامپ همیشه به اون نوعی اعتبار و جذابیت رسانه‌ای داده. ایوانکا ترامپ، دختر محبوب. ایوانکا از همه بچه‌های ترامپ معروف تره. خودش یه تاجر و مدل سابقه و برند لباس و جواهرات خودشو داره. تو دوران ریاست جمهوری ترامپ هم به عنوان مشاور ویژه کنار پدرش بود. خیلی‌ها میگن ایوانکا نسخه دیگه‌ای از ترامپ، فقط در قالب زن. اون یکی از ستون‌های اصلی خانواده است و رابطش با پدرش فوق‌العاده نزدیکه. دونالد ترامپ جونیور، پسر بزرگ. دونالد جونیور بیشتر روی املاک و هتل‌ها تمرکز داشته. اونم مثل پدرش تو رسانه‌ها پررنگه و همیشه طرفدار سرسخت پدرشه. حتی تو کمپین‌های انتخاباتی ترامپ یکی از مهمترین سخنرانا بود. به نوعی میشه گفت اون بیشتر از همه پسرها راه پدرش رو ادامه میده. اریک ترامپ، پسر میانی. اریک معمولاً کمی کمتر دیده میشه، اما اونم تو کسب و کارهای خانواده نقش فعالی داره. همیشه به عنوان مدیری آرومتر و منطقی تر معرفی میشه. خیلی‌ها میگن اریک اون کسیه که سعی میکنه بین هیجان ترامپ و واقعیات اقتصادی تعادل برقرار کنه. تیفانی ترامپ، دختر کمتر دیده شده. تیفانی حاصل ازدواج ترامپ با مارلا میرزه. اون نسبت به ایوانکا کمتر تو رسانه هاست، اما تحصیلات عالی داشته و همیشه سعی کرده مستقل از هیاهوی خانواده راه خودشو بره. بارون ترامپ، کوچکترین فرزند.
بارون پسر ترامپ و ملانیاست. وقتی ترامپ رئیس جمهور بود اون خیلی کوچیک بود و همیشه تو رسانه ها به عنوان پسر آروم کاخ سفید شناخته میشد. حالا بارون قد کشیده و تبدیل به یه جوان قد بلند و خوشتیپ شده که خیلیا میگن تو آینده احتمالاً خودش وارد عرصه سیاست یا بیزینس میشه. خانواده به عنوان ترامپ همیشه خانواده‌اش رو بخشی از برند تجاری و سیاسی خودش قرار داده. وقتی به برج ترامپ نگاه میکنی یا تبلیغاتش رو میبینی، حضور بچه‌هاش همیشه کنارشه. در واقع اون خانواده رو نه فقط تو زندگی شخصی بلکه تو ساختن امپراتوری خودش به کار گرفته. وقتی اسم دونالد ترامپ میاد، اولین چیزی که به ذهن خیلیا خطور میکنه ثروت و تجملاته. اون نه تنها یه تاجر موفقه، بلکه همیشه زندگی خودش رو به شکل یه نمایش بزرگ از لوکس بودن جلوه داده. بیایید وارد دنیای پرزرق و برق اون بشیم. برج ترامپ، نماد قدرت و ثروت. مشهورترین دارایی ترامپ تاور در نیویورک. این برج عظیم تو خیابون 5 منهتن قرار داره و دفتر شخصی، خونه، فروشگاه‌ها و حتی آپارتمان‌های فوق‌العاده لوکس تو اون جای گرفته. خود ترامپ سالها توی پنت هاوس 3 طبقه بالای همین برج زندگی میکرد. داخل این پنت هاوس شبیه کاخ ورسای طراحی شده. سقف‌های طلاکاری شده، مجسمه‌های مرمرین، مبلمان طلایی با روکش ابریشم. کاخ مار الاگو تو فلوریدا. ترامپ این عمارت عظیم رو در دهه 80 خرید. مار الاگو الان به نوعی خونه زمستونی ترامپ و حتی دفتر غیر رسمی ریاست جمهوریش بوده. این ملک حدود 6400 متر مربع مساحت داره و شامل 10 اتاق خواب، سالن‌های مجلل و یه ساحل اختصاصی در پالم بیچ فلوریداست. ترامپ خیلی وقتا مهمونی‌ها، جلسات تجاری و حتی ملاقات‌های سیاسی مهم و همینجا برگزار می‌کرد. هتل‌ها و زمین‌های گلف. ترامپ علاقه خاصی به زمین‌های گلف داره. اون صاحب چندین زمین گلف تو امریکا، اسکاتلند و ایرلنده. این زمین‌ها علاوه بر جنبه ورزشی برای ترامپ یه منبع درآمد کلان هم هستن. همچنین هتل‌های ترامپ در لاس وگاس، شیکاگو و واشنگتن دی سی جزو لوکس‌ترینا تو امریکان. هواپیما و هلیکوپتر شخصی. ترامپ صاحب یه بوینگ 757 شخصی بود که بهش لقب ترامپ فورس وان داده بودن. داخل این هواپیما همه چیز با طلا و چرم تزیین شده، از کمربندای ایمنی گرفته تا شیرالات سرویس بهداشتی. علاوه بر اون چند هلیکوپتر شخصی هم داشت که برای سفرهای کوتاه ازشون استفاده میکرد. ماشینا و کلکسیون شخصی. ترامپ علاقه زیادی به ماشینای لوکس نداره مثل بعضی میلیاردرها، اما تعدادی رولز رویس، مرسدس بنز و لامبورگینی تو گاراژش هست. اون بیشتر به نماد قدرت علاقه‌منده تا تعداد ماشینا. یکی از ویژگی‌های ترامپ اینه که حتی وقتی میخواد چیزی ساده بخره باید خاص‌ترین و گرونترین نسخه اونو انتخاب کنه. مثلا توی یکی از مصاحبه‌ها گفته بود چرا باید چیزی معمولی بخرم وقتی میتونم بهترینشو داشته باشم. تمام این کاخ‌ها، برج‌ها، هواپیماها و حتی سبک لباس پوشیدن ترامپ بخشی از یه استراتژی بزرگتره. ترامپ همیشه میخواسته خودشو به عنوان نماد موفقیت و تجمل امریکایی معرفی کنه. برای همین زندگی لوکسش فقط برای لذت شخصی نیست، بلکه یه جور تبلیغ دائمی برای برندشه. دونالد ترامپ تو نگاه خیلی‌ها همیشه یه مرد موفق و ثروتمند بوده، اما پشت این تصویر پرزرق و برق داستان‌های پر از بدهی، شکست و ورشکستگی هم وجود داره که شاید برای خیلی‌ها باور کردنی نباشه. اولین شکستاش تو دهه 90 میلادی بود. تو دهه 1990 ترامپ با بدهی‌های سنگینی روبرو شد. پروژه‌های پرخرج در آتلانتیک سیتی، مخصوصاً کازینوهای ترامپ، به شدت ضرر زده شدند. هزینه‌های نگهداری بالا، مدیریت ضعیف و رقابت شدید باعث شد که چند کازینو یکی بعد از دیگری اعلام ورشکستگی کنند. تو اون دوران ترامپ بیش از 900 میلیون دلار بدهی شخصی داشت. خیلی‌ها فکر می‌کنن ترامپ شخصاً ورشکست شد، اما در واقع شرکت‌ها و پروژه‌های اون بارها ورشکست شدن. در مجموع حداقل 6 بار شرکت‌های مرتبط با ترامپ ورشکستگی تحت فصل 11 قانون امریکا رو ثبت کردند.
این ورشکستگی‌ها شامل ترامپ تاج محل، ترامپ پلازا، ترامپ هتلز اند کازینو ریپورتس. هر بار اون با کمک وام دهنده ها و بانک ها تونست دوباره خودش رو جمع و جور کنه. اما شاید باور نکنی همین شکست‌ها به یه فرصت برای ترامپ تبدیل شد. اون یاد گرفت که بدهی بالا لزوماً به معنی پایان کار نیست. با مذاکره و نفوذ میشه بانک‌ها رو متقاعد کرد برای ادامه همکاری. شکست میتونه سکوی پرتاب باشه اگه خوب مدیریت بشه. ترامپ بعدها بارها گفت من استاد بدهیم، میدونم چطور از بدهی برای ثروتمندتر شدن استفاده کنم. بعد از اینکه کازینوها و بعضی پروژه ها شکست خوردن، ترامپ فهمید اسمش ارزش بیشتری از بعضی دارایی‌هاش داره. به همین دلیل برند ترامپ رو روی برج‌ها، هتل‌ها، زمینای گلف و حتی استیک و آب معدنی هم گذاشت. اون پولای کلانی فقط از فروش نام تجاری خودش به سازنده‌های دیگه به دست آورد. در اوایل دهه 2000 حضور ترامپ در برنامه تلویزیونی د اپرنتیک یه نقطه عطف بود. این برنامه نه تنها محبوب شد بلکه تصویر مردی که همیشه برنده است و دوباره برای ترامپ زنده کرد. ترامپ از این برنامه سالانه میلیون‌ها دلار درآمد داشت و برندش چند برابر قوی‌تر شد. درس بزرگی که از زندگی ترامپ میشه گرفت اینه که داستان ورشکستگی‌های ترامپ نشون میده که حتی میلیاردرها هم شکست میخورن. اما تفاوت‌ها اینجاست که ترامپ هر بار تونست با مذاکره، تغییر استراتژی و استفاده از برند شخصی خودش دوباره بلند بشه. این بود داستان زندگی ترامپ. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.